خداوند ببینید برادر کلمه شیطان آمد میگه رفیقی بعد خدا شیطان میگه. ببینید میگه ای کاش این بدبخت من رفیق نمیگرفتم. میگه آمد نزد پیغمبر توف انداز لیکن توفی او به جسد پیغمبر هم نرسید، از دینش بیزاری کرد. آمد با این ناخلفی بگیم اوبیه ابن خلف قطی رفیقیش دوام داد، ولی روز قیامت برای این رفیقی که او را از راه بیراه کرد، از راه درست منحرفش کرد، پشت دست میگزه و همون توفی که در دنیا بر بالای محمد کرده بود اکنون همون توفه در بالای اوبیه ابن خلف که تو بدبخت سبب شدی و من از راه حق از راه درست منحرف شدم. برای حضرت مولوی میگه رفیقی اهلی کمیاب است، هوش دار، حذر کن از قریب